اسم من از قیس حسین فیاضدیدی مینیسوت مکانیکی کابل. گازی که ما ساختیم گاز برقی است که مصرفش بسیار کمتر است. مثلا در بیرون که گاز اگه خریده شود به قیمت گزاف و گاز که از فعلا قیمت است، گاز به سهولت مردم ساختیم. این که سیستم برقی است. برق از این که از توسط برق زنده میشه، این که اگه پیشرفته داده شود هر جای عمل میشه. تمام قیمت از این که سرزی مصرف شده در تمام امکاناتش 300 افغانی است. اگر از این مصرف شود که یک گاز 5 لیتر 300 افغانی جور شده، 1 لیتر تیل 1000 کیلو گاز با متبادل با تیر پترول کار میکنم. این که تجهیزاتش موتور است و 2 بوتل است، چیز سختی نداره اما کارکردش بسیار بالاست. دیگه ساختن از این به طور زود هنگام میشه. مثلا اگر کس تقاضا داشته باشه بیشتر به این جور شود به شکل‌های مختلف با جسامت خودتر که هر جای حمل هم شود. مثلا در بعض اوقات بعض تفریح‌ها که میریم گاز نباشه، به این امکانات بسیار خوبتر است به خاطر که هزینه کمتر و فعالیت کارکرد بیشتر می داشته باشه. ترکیب از این کس نیم لیتر تیل است و نیم لیتر آب است. در بین از تعاملات کیمیایی صورت میگیره. وقتی که مقدار هوا از عبور میکنه تعاملات کیمیایی صورت میگیره. ادعا آب است قطع گاز تعامل میگیره و حرارت آتش تولید میکنه. موتور برقی از این حال فعلا توسط برق کار میکنه و کس که کم پیشرفته تر کنم بیترین اسبش کنم این کندکسر داره. کندکسرش اگر کشیده شود در برق 12 وولت میشه، هر جای حمل شود و در ظرف 24 ساعت یا نهایتش تقریبا 48 ساعت کار میکنه. یعنی 2 شبانه روز متوالی روشن باشه خود از این کار میکنه. بدون از این کس آین چادر است که به آسانی مثلا حرارت از این عبور نمیکنه. در بین از یک لایه چوب و یک لایه شیشه است. مثلا پترول که از حریق زود میگیره، این لایه گذاری شده که مثلا حرارت از این پایین نبره. اطراف از این از کاک گرفته شده که حرارت از خود انتقال نده و شیشه است که مثلا ما بتانیم که هر چقدر تیل پایین شد یا بالا شد یا آب پایین بالا شد به درجه متوالی تنظیم کرده بتانیم. باز بدون از آتش میکنیم آل به طور ابتدایی است. مثلا پیشرفت کنه چقمقش از بین میره و خود از اینکه در یک سیستم دیگه که بود چقمقش توسط حرکت سیگنال مثلا اینکه سیگنال جریان میده شارتی به وجود میاره. این نیاز نیست به چقمق یا گوگر و یا چیز دیگر. باز پیشرفته ترش چقمق نیاز نیست، فقط توسط سویچ کنی روشن میشه و سویچ کنی گل میشه. وقتی که سویچ اینی میکس آف و آنش است، فقط توسط که آف میشه روشن میشه. سویچ موتور به چرخش میاد فقط آتش تولید میکنه. اگر ما بخوایم درجهش کم زیاد کنیم این درجه در بین خودش داره. درجهش در بین خود درجهش کم میکنیم توسط شیردان آب، مثلا شیردان آب بودیش درجهش کم میکنیم حرارتش کم میشه. سویچ مثلا کار تمام شد سویچ گل میکنیم. این حرکت ازی که توسط برق موتور روشن میکنه. موتور میاد تیل مقدار هوایی که در بین خود تعاملات کیمیایی صورت میگیره، آب اکسیژن هوایی مقدار که آب از اکسیژن به وجود آورده تیل میره در آب مقدار که اکسیژن تعاملات کیمیایی صورت میگیره باز میاد سر گاز.